هی گایز، سلام بچه، چطورین؟ این بار اومدم به کانال مستر گیمر خوش اومدید. اومدم امروز بهتون یاد بدم چطوری تو این بازی کشورهای توپی قفل کشورها رو باز کنم. بعضی وقتا بچه دوستان ممکنه عمل نکنه و نیاد، پس اگه نشد ناراحت نشین، چون تو بعضی وقتا نمیاره. خب بریم داشته باشیم. هر کشوری میتونیم باشیم، بریم یاد روش اول. دوستان یادتون باشه اگه تعداد بازدیدهای کانالم به فقط به 20 تا برسه، به 10 بازدید برسه و تعداد لایک ها به 2، تعداد سابسکرایب هم به 2 برسه، از این ویدیوها زیادتر میزنم. پس لایک و سابسکرایب کن که به 10 تایی برسه تا من بتونم بازم از این ویدیوها بیشتر بزنم. ممنون از حمایتتون و خوشحال میشم نظراتتون رو در مورد ویدیو بدونم. بریم که نشونتون بدم. مثلا من روی ایران این روش رو امتحان میکنم. خب بریم که روش رو یادتون بدم. خب اینو میبینین دیگه، این توپی که کلاه داره رو سرش رو باید یه چند بار بزنین تو سرش. بذار بزنم ببینید دادن. الان ایران قفلش باز شد. روی یه کشور دیگه هم امتحان کنیم، مثلا ترکیه. خب بفرمایید، اینم از این. باید روی این کلاهی که دارم میزنم بفرمایید. یادتون باشه اگه تعداد بازدیدام به 10 تا برسه تو این ویدیو، قول میدم از این ویدیوها زیادتر بزنم. خدا نگهدار.